من 15 سالمه، میخوام طراح لوگو بشم، ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. چه لپتاپی بگیرم؟ درآمدش چقدره؟ اصلا میصرفه یا نه؟ این پیامو چند روز پیش تو دایرکت گرفتم و فقط یه جمله ازش برام کافی بود که این ویدیو رو بسازم. میخوام قبل از شروع درست شروع کنم. اگه تو هم مثل این دوستمون هنوز توی راهی و نمیدونی از کجا باید شروع کنی، این ویدیو برای توه. اگه الان 15 سالته میخوای طراح لوگو بشی، نه فقط تنها نیستی، بلکه کلی از بچه‌های خفن دنیا تو همین سن شروع کردن و الان با برندهای بزرگ کار میکنن. ولی یه سوال مهم که هست، خیلی ها میپرسن از کجا شروع کنم، با چه لپتاپی، چقدر پول در بیارم، چی یاد بگیرم. امروز قرار دقیق، کامل و واقعی بهت بگم چی به درد میخوره، چی داره وقتتو تلف میکنه. پس تا آخر بمون، چون این ویدیو میتونه واقعا مسیر زندگیتو عوض کنه. چه لپتاپی برای طراحی لوگو مناسبه؟ ببین، برعکس خیلی رشته ها، طراحی لوگو واقعا لپتاپ قولی نمیخواد. شما نیازی به لپتاپ گیمینگ 100 میلیونی نداری. با یه لپتاپ معمولی یا اقتصادی مثل لنوو هم میتونی کار کنی. من خودم اولین لپتاپم همین لنوو بود. اون زمانی که من میخواستم برم کاردانی، اون موقع من گرفتمش و لپتاپ من ترکید. چرا؟ چون این فقط ظرفیت کار کردن با ایلاستراتور و فتوشاپ داشت. من اومدم چیکار کردم؟ یه رندر گرفتم ازش با پریمیر و افتر افکت و اینا. بعد این لپتاپه نتونست رندر بگیره، ظرفیت اینو نداشت. بعد یهو واقعا متلاشی شد که من توی شرکت کار میکردم، بعد اونجا خراب شد و اینا. خیلی ناراحت بودم، یه عکسم گرفتم، حالا شاید براتون بذارم اینجا. بعد واقعا از درون ناراحت بودم و هیچ پولی هم نداشتم که من میخوام یه لپتاپ جدید بخرم. بعد یادمه یکی اومد تو شرکت، یکی از بچهای همونجا، گفت که به خاطر یه لپتاپ ناراحتی. بعد نمیدونست بابا این لپتاپ کل زندگی من بود. آره خلاصه، حالا کاری نداریم. شما نیاز به برنامه ادوب ایلاستراتور داری، همین، اصلا نیاز به برنامه دیگه هم نداری. حالا یه لپتاپ با این مشخصاتی که من بهتون میگم رو بخرید. شما نیاز به نسل 8 به بالا دارین. حداقل رمش هم باید 8 گیگ باشه. بعد SSD هم خیلی مهمه، حتما داشته باشه، چون که سرعت اجرا مهمه. بعد اگه شما با رنگ سر و کار دارین، نمایشگرش باید خوب باشه، فول HD باشه. حالا برندش رو کاری نداریم، ولی خب عمل کردش مهمه. خب چه نرم افزاری باید یاد بگیریم؟ ببینین، شما ادوب ایلاستراتور رو بچسب. نیازی به کولر نیازی به کورل و اینا ندارین، چون خود ایلاستراتور سلطان طراحیه. بعد حالا بچه، پیشنهاد من اگه بودجهتون محدوده، میتونین که یه سری لپتاپ ها هستن که استوکن. بعد شما بچه اینا قیمتشون مناسبه، کارتم را میندازه. خب من خودم نخریدم، چون به نظر من اینا شانسی، خوب در میاد، بعضی وقتا خوب در نمیاد. ولی خب دیدم بعضیا رفتن خریدن، پیشنهادم به من کردن، ولی خب من ترجیح دادم برای شروع یه لپتاپ نو بخرم. ولی خب یادمه مثلا اون لپتاپی که من باهاش شروع کردم، وقتی فنش روشن میشد صدای موتور وانت میداد، خیلی صدا میداد، ولی خب کارم را مینداخت. چطوری طراح لوگو بشی؟ بذار واضح بهت بگم، طراح لوگو فقط نرم افزار یاد گرفتن نیست. شما باید یاد بگیری که فکر کنی. یعنی چی؟ یعنی شما طراح لوگویی، بلد باشی مفهومی فکر کنی. مثلا برای برند عسل فقط عکس زنبور رو نمیذاری، باید بتونی فکر کنی که این برنده قراره چه حسی بده، طبیعی باشه، لوکس باشه، کودکانه باشه. برای اینکه شما نرم افزارم یاد بگیرین، چیکار میکنین؟ برنامه ایلاستراتور رو میان توی یوتیوب، آموزش رایگانش هست. اصلا یوتیوب خودش یه دانشگاه است، اینجا راحت میتونین یاد بگیرین. دنبال چی هستین شما؟ بهانه پشت بهانه. بعد بچه ها، حالا درآمد طراحی لوگو چقدره؟ خب میرسیم به سوال داغ که پولش چقدره، میصرفه. یه جواب کوتاه بهتون میدم، آره، ولی باید صبر داشته باشی بچه ها، این خیلی مهمه، صبور باشید. ببینین توی ایران پروژه های لوگو بین 500 تومن تا 10 میلیون تومنه، درسته؟
حالا ما فرضی در نظر میگیریم دیگه. این بستگی به اون طراح داره که حالا چقدر زمان میذاره، چقدر تجربه داره، چقدر حالا حرفه‌ای داره کار میکنه و اینا. بعضی پروژه ها یه برندی که کاملا اونا تا 30 میلیون هم شما میتونین که دریافت کنید. بعد اگه شما بخواین که توی خارج از ایرانم فریلنسری بخواین کار کنین، اصلا خوبی این شغل هم دیگه بچه هر جا باشین میتونین کار کنین. اگه شما زبانتون خوب باشه، خب توی سری سایت ها هستن میرین اونجا، بعد میتونین که یه لوگو بین 200 تا 1000 دلار بگیرید. بعد تازه مشتری خارج از کشور ارزش کارتون بهتر میفهمن. تازه این انواع مشتری شما میخواین بشناسین هم یه پروسه‌ای داره برای خودش. دوست داشته باشین تو کامنت ها بگین تا بسازم ویدیوشو. بعد بچه‌ها یه نکته خیلی مهمی هم که هست اینه که درآمدت بستگی به این داره که شما چقدر خاص طراحی میکنی، چقدر خوب داری با مشتری حرف میزنی، چقدر نمونه کارت خفن و حرفه‌ایه. یک لوگوی خوب میتونه برای برند چند سال کار کنه. پس حق الزحمه هم باید در خور باشه بچه. اگه بخوام که خیلی صادق باشم باهاتون، شما فقط 3 تا چیز رو لازم داری. یه لپتاپ معمولی که ایلاستریتور روش نصب کنیم، بعد اینترنت که داری، الان داری با اینترنت میبینی دیگه، با این اینترنت میری تو یوتیوب آموزش نگاه میکنی. بعد یه تایمی هم میذاری برای چی؟ برای تمرین کردن لوگو. بعد به نظر من برای لوگو حتما زیر نظر یک متخصص باشین. همینجور خودآموز شما نمیتونی یاد بگیری، کار افتضاح در میاد. به نظر من شما ابتدا بیا ببین کلا لوگوی حرفه‌ای چجوری طراحی میشه و اینا، قانون و اصولش و اینا رو یاد بگیر، یک دوره اینو شرکت کن. به نظرم این نمونه کارا میتونه فرضی باشه دیگه، یعنی از خیال خودت بیاد بیرون. مثلا برای فلان پروژه عسل فروشی با فلان اسم یک لوگو بزنی. بعد اگه بخوای که ای با ایراداشم رفع بشه، توی دایرکت میتونی برای من بفرستی، من کمکت میکنم. بعد بچه ها یه چیز دیگه هم من بهتون بگم، زیاد راجع به قلم نوری میپرسین. شاید شما فکر کنین که این قلم نوری خیلی مهمه، باید باشه. ببین تو اصلا نیازی به قلم نوری 10 تومانی نداری. من خودم چون مچم دیگه درد گرفته بود از بس با موس کار کرده بودم دیگه، نیاز بود. آقا ما اینو گرفتیم. بچه من اینو چون مچم درد گرفته بود گرفتم. بعد فکر نکن خیلی کار خفنی میتونی بکنید. من اینو گرفتم، حالا میتونم دنیا رو باش فتح کنم و بسیار استفاده میکنم و این کار میکنم اون کار میکنم. اصلا اینجوری نیست. شما اول آدم خیلی جوگیری هستی، چون من خودم اینجوری بودم. میاد چیکار میکنی؟ اول چند روزی 3-4 روزی درگیر تصویرسازی هستی، باش تصویرسازی کار میکنی. بعد دیگه این از سرت میفته، میاد چیکار میکنی؟ به عنوان موس بعضی وقتا باش کار میکنی. حالا من خودمم به عنوان موس ازش استفاده میکنم، ولی بچه‌ها کم. خب حالا قبلا درسته کم بیشتر بود اوایل، ولی حالا کم شده. ولی به نظر من که خیلی تاثیر داره و من خودم خیلی استفاده میکنم ازش، مفیده، توی تایپوگرافیه. برای تایپوگرافی خیلی گزینه مناسبیه بچه‌ها. کارهای خیلی خفن میتونی باش بزنین. من خودم بیشتر از این استفاده میکنم. خلاصه میخوام اینو بهت بگم که تو نیازی نیست که حتما بری یه قلم نوری هم بخری. بعد مثلا بعضیا میرن چیکار میکنن؟ مانیتور دار میگیرن و اینا. من این ارزون بود. بهترین گزینه هم بود با پولی که من داشتم، با اولین حقوقم بود، اینو دیگه گرفتم. بعد بچه‌ها خلاصه که اینجوری، اگه از این ویدیو چیزی یاد گرفتی حتما لایک کن و سابسکرایب کن. سوالی داشتم تو کامنت ها بپرس، شاید سوال بعدی تو گذاشتم برای ویدیوی کامل بعدی.